این کاروانی قطارهای پخته حاصل پخته امسالهای خواجگی‌های دهقانی ناحیه واسه میباشند. در کارخانه پخته شرکت خصوصی جمعیت سهامی ثمر برای کارکرد قبول کرده میشوند. برای قبول پخته و استحصال نخیان جهت سری وقتی کارکرد محصولات رهبریت کارخانه همه شرایط‌های تکنیکی و شرایط مهنت را فراهم آوردند. در این کارخانه پخته خام یک چند روش تکنیکی را گذاشته کارکرد می‌گردد. با چنین ترتیبی معین توسط چنین دستگاه پنبه‌دانه از پخته جدا گشته برای انتقال اینجا جمع آورده می‌شوند. نخی پخته باشد در قسمت بعدی کارکرد پخته استحصال گردیده در چنین شکل تای پخته حاصل می‌گردد. وزن هر یک تای پخته از 220 تا 240 کیلو را تشکیل می‌دهد. در این کارگاه شماره کارگران وابسته به حجم واردات پخته به کار قبول کرده می شوند. کارخانه مذکور طور رهبری کارخانه مصلح‌الدین فضل‌الدینوف اطلاع دادند اقتدار استحصالی‌اش در یک موسم کارکردی به قدر تا 50,000 تن پخته خام را دارد. گزارش خواجه نظریف خدای نظر ظهوروف از ناحیه واسه برای برنامه اطلاعاتی نوید.